در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. حتی رسانه‌ها هم خوندیم که آموزگارها، معلم و معلمه‌ها شکایت کردند که مقامات هم وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هم از طرف کمیته امنیت عمومی اونا را مجبور میکنن که در زیر دوربین یا که در تلویزیون‌های دولتی بدخشان صحبت کنن که اعتراضگرها جنایتکارند و اونا را به جوابگری بکشند. این سخن‌ها زیاد شد، اما فقط یک طرفه صحبت میکنن. نمیگن که نفرایی که 3 کس کشتن و از الفا بود، از آمان بود، از کی بود، از خیتای اومدگی بودن کشتن، 3 نفر کشتن در راه اعتراض، اونا چی با جوابگری کشیده نمیشن؟ چی با جوابگری کشیده نمیشن؟ من اینجا میخوام یک حدیث خطی صحبت ما دوام بتم، انشاءالله که بسیار خوب میشه. یک حدیث در اینجا ما نوشتگیم، همین را بخوانم برای شما هموطنان. از حضرت عمر ابن عوف رضی الله عنه روایت است که میگوید از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمودند در مورد 3 چیز بر امتم میترسم. یکم از لغزش عالم ها، دوم از هوا و هوس پیروی کردن، سوم از حکم ظالمانه. به هم معذورت داره و به تاجیکستان دخل داره. پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی علیه السلام گفته بود است که ما از امتم از 3 چیز میترسم، از 3 کارشون میترسم. یکمش ای لغزش عالم. عالم گفته اینجا هم عالم دینی است، هم عالم دنیایی. عالم یک شخصی که از یک چیز آگاه باشد، دانشمند باشد و خصوصا روحانی‌ها، ملاها، اشعارها، شیخ‌ها، مولوی‌ها. از لغزش اینها پیامبر گفت من میترسم. لغزشون چه؟ این هم امروز دارم بازیچه دست حکومت چیدن، یعنی لغزشه، از راه حق غلط دیدن، یک طرفه شدن. همون صحبت های زیاد شده در اطراف، فقط هم یک صحبت ما تکرارا میگم که بشنوین که شما خاموشیتون فایده به مردم هست. نمی عالمای درباری یا که حقانی با گفت خودت شاید دوست خدایی با گفت خودت، شما خاموشیتون خدمت به مردم هست. خاموشیتون، خب کردنتون، زنکتون گرفتن، این خدمت به مردم هست. خدمت به مردم و یک ضربه به ظالم هست. ضربه به ظالم هست، مبارزه علیه ظالم هست. خاموشی شما، زنکتون گرفتن، دمتون گرفتن، این ضربه به ظالم هست و فایده به مردم هست. این صحبتم از حدیث پیامبر است که از لغزش عالم گفت من میترسم. نوشان نمیگیرم، فهمیده که کیها و بچی عملها، بچی نوارها بگیم که مردم ها فریب میکنن یا که یک طرفه کردن. پیامبر خدا گفت که من از لغزش عالم ها میترسم. دوم گفت پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی علیه السلام، روی همیره نبینم کی از هموطنانی که بگیم مسئولا دفنین همیره روژه تفتش نبینم در کار نیسته. خب دویم پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گفت که من از امتم از این میترسم که از هوا و هوسشون پیروی کردن. از هوا و هوس. شما ببینید امروز هموطنان عزیز در این باره صحبت زیاد شده. هوا و هوس گفته چی است؟ یکی فحش و فاحشگی است، یکی زنا هست، یکی عملهای باطل به معنی و پوچ بفایده. این همه هوا و هوس است. مثال این همه نوارهای هستن میبینید نه؟ یک نفر یک دیوانگری میکنه، ای هوای خودش، ای همی کیف خودش یک کار میکنه برای دقت جلب کردن یا که به خاطر خودش مشهور کردن یا که پول کار کردن. دیگران ای هوا و هوس همو پیروی کرده رفته هستند. یعنی هر کاری که فایده به خودت یا که به آخرت نداشته باشه یا به دنیا با آخرت، او هوا و هوس است. نمیخوام بگم همه بفهمن، آسان‌تر فهمیدن. هوا و هوس این گپای را ما از حدیث گفتم، سخن من نیست. و فقط چند کلمه ضم کرد، اضافه کردستم، یعنی که همه بفهمن که هوا و هوس چی است، لغزش عالم چی است و سوم از حکم ظالمانه.
این همین عملایی که از با تاجیکستان ربط داره و خصوصا به مردم بدخشان از حکم ظالمانه میبرن. اون چند تا روحانیایی که او واقعا حقیقت گو بودن، یکی از اونها مولای عبداللهی از غلامی، اونم حکم ظالمانه نبود، بودن 5.5 سال پس پنجره شدن و چندین برادرای را میدونستم که در کشورهای اسلامی خوندگی بدن 17 سال 18 سال حتی بعضیش 13 سال دادن. حکم ظالمانه این نمیاد، حکم ظالمانه خائنانه منافقانه این نمیاد. و دیگر نفرایی که حتی روحانی نیستن، این در ولایت مختار کوهستان بدخشان علاقه چندین نفر شاید دیله جنایتی باز کردن، شاید چندین نفر دیگه شاید پنهانی میبرن زندان میکنن. در شهر دوشنبه همین کار کردستن. در هر منطقه‌ای که ما اگر سراغ کنیم پیگیری کنیم بکویم میآوریم که یک نفر به یک گناه یا لایک بود یا کامنتر نوشته که در یک افیر برآمد حکم ظالمانه گرفت، 7 سال 5 سال 10 سال 15 سال رفت پس پنجره. حکم ظالمانه های. پیامبر گفت من از این میترسم. بر امت ما و شما امت پیامبره، ظالمی مظلومی، مسلمانی غیر مسلمانی، سفیدی سیاهی، زنی مردی، شهری دیهاتی، بسوادی بسوادی فرق نمیکنه. امت پیامبره.